با عرض سلام خدمت همه عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. روی شاخص داو جونز هستیم، منتظریم بازار بورس امریکا باز بشه. حدود 3 دقیقه دیگه مونده تا باز شدن بازار بورس و میبینید که ما خبر داشتیم اینجا یه حرکت رفت و برگشتی و بعد یه حرکت اسپایک سمت بالا زد که ما سود خودمون رو گرفتیم از این حرکت اسپایک. دقیقا اول حرکت من وارد شدم اینجا و تا این محدوده ها قیمت همراهی کردم. روی این کندل هم من وارد شده بودم، ولی خب متاسفانه رفت سمت بالا و یه لحظه نت قطع شد، برگشت استاپ زد. خب ما پس قبل از بورس یک حرکت اسپایکی داشتیم. نواحی رو من رسم میکنم چون که دوستان خیلی گفته بودن نواحی رو رسم کن که ما ببینیم چطوریه. ببینید دوستان، خیلی ساده است دیگه. اینجا ببینید ما چند بار برخورد داشتیم، یه برخورد، دو برخورد، سه برخورد، 3 4 5 تا برخورد اینجا داشتیم. ما اینجا رو یک محدوده میتونیم در نظر بگیریم که میبینید پرقدرت اینجا رو اومده زمان خبر بریک کرده به سمت بالا و اینجا هم ما یک اگر بخوایم رسم کنیم اینجا میتونیم یک ترندی داشته باشیم که ببینید چند بار برخورد کرده، اینجا اومده زیر این منطقه رو هاند کرده و حرکت رو به بالا زده. دقیقا اینجا مشخص میشه با یک کندل 15 دقیقه قشنگ یه پین باری زده و سودی شده که بعدم خبر منتشر شده و این هم از این. در تایم فریم 5 دقیقه ما محدوده که کشیدیم خب خیلی دقیقا سقفه و میتونیم خب ببینید کندل رفته این بالا تثبیت داده، داره برمیگرده و احتمال داره که در نگاه اول 50% این کندل 50% این کندلی که زده رو ببینه. میبینید که داره به سمت پایین حرکت میکنه و میتونه خب بازار بورس که باز بشه بیاد این کندل خبر نقدینگی داره بیاد اینجا رو بگیره تا این مووینگ اوریج بیاد پایین و بعد حرکت صعودیش اتفاق بیفته. میبینید دیگه لحظات آخری که داره بورس باز میشه داره به سمت پایین حرکت میکنه. ما این شادو رو هم در نظر میگیریم که اگر به سمت بالا اومد خودش یک محدوده است. باید ببینیم که چه اتفاق میفته. تایم فریم 1 دقیقه رو نگاه میکنم که واکنش قیمت ببینم. من این محدوده‌ای که اینجا داریم رو 10 ثانیه من این محدوده رو پاک میکنم. محدوده فعلا لازم نیست. تایم فریم 1 دقیقه رو نگاه میکنیم. اینجا ما میتونیم مثلا همچین ترندی داشته باشیم که بعد بازار بورس باز شد. من منتظر واکنش قیمت هستم ببینم به کدوم سمت حرکت میکنه قیمت. این مووینگ اوریج چون که این پایین مووینگ اوریج تایم فریم 1 دقیقه این پایینه مثل یک مگنت عمل میکنه و داره قیمت رو به سمت خودش میکشه و این کندل خبر خب چون که قبل از بورس بوده خودش نقدینگی داره و احتمال اینکه بیاد زیر این نقدینگی این زیر رو بگیره این هم هست. باید ببینیم که این اتفاق میفته یا نه، ولی چون که نقدینگی زیادی خرج شده اینجا یه مقدار شاید اول بورس اون حرکت‌های قوی رو نبینید دیگه. بعد به سمت پایین حرکت کرد. این رو پاک میکنم. من دنبال گرفتن بایش هستم، برای همون یه مقدار صبر میکنم بیاد به سمت پایین.
بیاد به سمت پایین. من همینجا یه بای بهش زدم، یه بای اینجا بهش زدم، دقیقا روی مووینگ 5 دقیقه خودش حد ضرر این معامله رو فعلا میذاریم این زیر، ببینیم که حد ضرر رو میزنه یا نه. حد ضرر خیلی کوچیک گذاشتم، انتظار جمع شدن قیمت رو دارم ازش، ببینیم جمع میشه یا نه. تمایل به ریزشش بالاست ولی من همچنان منتظرم. دقیقا تا کندل خبر اومد پایین و میبینید دیگه جمع شد به سمت بالا. تیپ 1 رو الان به من داده. من اینجا روی تیپ 2 از معامله خارج شدم. اینجا مووینگ اورج تایم فریم 1 دقیقه دقیقاً تیپ 2 من بود دیگه. من از معامله خارج شدم دقیقاً تا همین کندل خبر اومد پایین دیگه. گفتم احتمال این رو داره که تا کندل خبر بخواد یک حرکت رو به پایینی داشته باشه و تا کندل خبرم حرکت رو به پایین خودش رو زد و از همونجا جمع شد به سمت بالا. من چون که ترید زمان خبر رو انجام دادم در کانال تلگرام گذاشتم، دوستان دیدن. حالا اگر هستید در جریان هستید دیگه. زیاد تمایل به ترید ندارم حقیقتا، یه مقدار سرما خورده هم هستم. دو سه روز ترید انجام ندادم، چند روز البته. این هفته که اصلا تریدی نداشتم، این اولین تریدی که انجام دادم. برای همون فقط اومدم که یه دونه ویدیو بگیرم از این حرکتی که انجام داد. این کندل خبر بود دقیقا از روی همین مووینگ اورج هم اومد و از همینجا پرت شد به سمت بالا. حالا ما اینجا باید ببینیم که تمایل قیمت به کدوم سمته. نباید عجله کنید برای ورود. بیشتر مواقع اگه برید نگاه کنید میبینید قبل از بورس وقتی که خبری منتشر میشه معمولا میاد و کل اون حرکت رو برمیگرده. تقریبا 70% مواقع میشه گفت این شکلیه که میاد تمام اون خبر رو پس میگیره، اون حرکتی که زده. و اینجا هم اگر در تایم فریم بالاتر نگاه کنیم یک شادوی بسیار بلند میبینیم اینجا که اگر من بخوام حساب کنم این شادو حدود 160 پیپ این شادو است که میتونه دوباره برگرده بالا و بیاد اون شادو رو پر کنه. ولی خب فعلا فشار فروش زیاده. در تایم فریم های مختلف که شما میچرخید خب نقطه ورود بهتر پیدا می‌کنید. ببینید اومد خورد به این مووینگ اورج تقریبا تیپی 2 ما، از همونجا دوباره برگشت به سمت پایین. اینکه شما فکر کنید خب دیگه اومد خورد به اینجا قرار برگرده تمام این مسیر رو، این دیگه اشتباهه. باید روی تیپی 2 باید ما خارج میشدیم. من خودم تیپی 1 میخواستم خارج بشم ولی چون که حجمی که وارد شدن خیلی کم بود نگه داشتم دیگه. گفتم حالا استاپش هم چیزی نیست. حالا اینجا اگر بیاد و قیمت بالای این تثبیت بده در 1 دقیقه میتونیم احتمال صعود رو بهش بدیم و میتونیم اینجا ریسک ورود رو داشته باشیم.
ولی تا مادامی که این بالا نباشه احتمال ریزش هست. اگر بیایم دیروز رو یک بررسی بکنیم، دیروزم دقیقا اینجا ببینید یه حرکتی رو بالا زد و بعد اینجا رنج شده، دوباره صعود اتفاق افتاده، یه حرکتی رو به پایین اومده، دوباره نقدینگی این زیر رو جمع کرده و بعد حرکت صعودی کلا نوسان داشته دیگه. خب اینجا میگم دیگه خیلی استاپ میخورن به خاطر این حرکتایی که داره. یا دیگه شما نباید هی ورود و خروج بزنید، شما باید اول محدوده خودتو مشخص کنی. اینجا ما یک ترندی داشتیم دیگه، اینجا ما یک ترندی داشتیم که اومده چند بار بهش برخورد کرده، این حرکتی هم که زده تا این ترند بیشتر به سمت بالا نیومده، پس ما اینجا نمیتونستیم وارد بشیم. اینجا هم که ما یک کفی داریم، اینجا یک کندل اسپایکی زده، ببینید اینجا یک کندل اسپایک زده اومده پول بک و حرکت صعودی، پس اینجا برای ما مهمه. ببینید نقدینگی اومده، نقدینگی این زیر رو گرفته، اومده دقیقا نقدینگی این زیر رو گرفته و بعد جمع شده به سمت بالا، پس ما برای رسم این نواحی باید دقت کنیم. حالا بعضیا میان اینجوری رسم میکنن، مثلا خیلی زوم اوت میکنیم این شکلی، ببخشید میان این شکلی رسم میکنن، یه محدوده این شکلی رسم کردن. اول خب قبل از بورس این کندل بوده اومده به سمت پایین، دوباره این کندل بعدی حرکت صعودی زده. خب اگر شما بخواید اینجا ورود بزنید، ببینید شما اگر این رو یه رنج حساب میکنید که درسته، حالا در تایم فریم یه دقیقه بخوایم نگاه کنیم دقیقا اینجا یه رنجیه، ولی اگر شما میخواید ورودتون اینجا باشه، باید زمانی که بورس باز میشه برمیگرده بالا این ناحیه، اینجا وارد معامله بشید، اینجا وارد معامله بشید. تیپی 2 رو ببینید داده با حد ضرر این زیر، اگر بخواید حد ضرر رو بذارید این زیر، خب تیپی 1 رو بازم گرفته بودید یا ریسفیری کرده بودید. ببینید تیپی 1 رو که میده ریسفیری رو انجام بدید دیگه، ولی شما میاید اینجا ورود میزنید، نمیگم اشتباه است، نه درسته، ولی شما میایید اینجا ورود میزنید، خب تا نزدیک تیپی 1 رفته و برگشته به سمت پایین و استاپ شده. زمانی هم که برمیگرده، اگر تایم فریم یه دقیقه رو نگاه کنیم، خب زمانی هم که برگشته داخل سطح، شما اگر تایم فریم یک دقیقه رو نگاه میکردی، ببینید رفته به سمت بالا، اومده کندل بعدی اومده زیر این کندل، پس اینجا میتونستی ورود بزنی با استاپ این بالا. اینجا اگه ورود میزدی دقیقا تیپی 2 رو میگرفتی، حالا تا تیپی 3 هم اومده به سمت پایین. ببینید باید خیلی ساده نگاه کنید به چارت و هیجانی نشید. ببینیم قیمت کجا رفت. بله قیمت ببینید اومد به سمت بالا و این ناحیه رو رد کرد، ولی چون که این ترند رو داریم ما میتونیم منتظر باشیم ببینیم که تکلیفش با این ترند چی میشه. به این نکته باید دوستان توجه داشته باشید که ما قرار نیست تا بازار بورس باز میشه هر روز هفته حرکت های اسپاک داشته باشیم و بتونیم سود آنچنانی بگیریم از مارکت. بله این قیمت هم بسیار پرقدرت داره، سمت بالا حرکت میکنه. میبینید که داره حرکت سودی جذابی میزنه سمت بالا، ولی خب خیلی من همینجا یه حجم وارد میشم با استاپ این زیر، وارد شدم، برای گرفتن یه تیپی 1
خب داشتم میگفتم که ما قرار نیستش که هر روز حرکت اسپاک داشته باشیم. اینجا دیگه خب دیروز بود دیگه، دیروز اینجا یه مقدار رنج بود. روز قبل رو اگه نگاه کنیم، روز قبل ببینید بازار بورس اینجا باز شده، چه حرکت اسپاک زیبایی زده، پرقدرت به سمت پایین حرکت کرده. یعنی اینجا بعدی که این سطح رو شکسته پرقدرت ریخته به سمت پایین. اینجا راحت میتونستید سود کسب کنید. یا روز قبل ترش اینجا ببینید تا بازار بورس باز شده یه پایین زده و بعد حرکت صعودیش اتفاق افتاده. ببینید دقیقا اینجا پرقدرت به سمت بالا حرکت کرده. یعنی راحت میتونستی سود خودت رو بگیری. یا عرضم به حضورتون که اینجا 16 و 30 بله دقیقا روی این کندل پرقدرت به سمت پایین ریخته. یعنی اینجا رو که شکسته، این رنج رو که شکسته، کانال رو که شکسته، پرقدرت به سمت پایین حرکت کرده. پس تو این هفته یه روز اینجوری بوده، پس شما میتونستید تو روزهای دیگه سودتون رو بگیرید. هم که میبینید دیگه داره به سمت بالا حرکت میکنه. این حدودا تیپی یکش $60 سوده و ببینیم که حد سود رو به ما میده یا نه. این میتونه تا تیپی دو هم حرکت کنه. اومد ببینید این ترند رو شکست، یه بار برخورد کرد، خالی کرد به سمت پایین، یک کف بالاتر زد و بعد حرکت رو به بالا میتونه حالت فرکتالی به سمت بالا حرکت کنه و کل این مسیری که رفته رو میتونه ریخته رو میتونه برگرده. من تصمیم گرفتم اینجا یک بای دیگه بهش بزنم با حد ضرر همین، حد سود همین، با حد سود همین و استاپ این زیر. استاپ این زیر یعنی یک به یک اینجا به نظرم میتونه بده. خب اینم از ترید امروزمون. حالا این دیگه داره حرکت صعودی خودش رو انجام میده، میتونه ازم بزرگتون که ادامه دارم باشه. اینجا کلوز کندل هاست که یه سطحیه براش و نقطه جذابش هم اینجا بود دیگه. اومد برخورد کرد که ما بایش گرفتیم تا تیپی 2 و بعد دوباره به سمت پایین حرکت کرد و ببینید دیگه سودی شد. جایی که ما گفتیم میاد نقدینگی رو میگیره، اومد نقدینگی رو گرفت و بعد حرکت سودیش اتفاق افتاد به سمت بالا. خب امیدوارم دوستان از این ویدیو لذت برده باشید، شاد و موفق باشید. خدایا رو نگهدارتون.